این بوس سنایدار ربات است و برای نمازگزاری به مسجد می رود. این را یک شرکت در امارات متحده عرب ساخته است. هدف نمازگزاری او را آموزشی گفتند. ربات مسلمان یا در یگان دین بودن نمیتواند. این ربات است. ما از آن برای بهتر کردن زندگی خود، کمک به پیرانسالان، برای تعلیم کودکان و پیشواز مهمانان استفاده میبریم. ربات مثل ساکنان امارات لباس می پوشد و از عرف و عادتهای این مردم پیروی می کند. تاجر عرب ربات را به ژورنالیستان معرفی کرد و از او خواست که به نواربرداری آماده باشد. آماده ام. کامیره ها مرا دوست می دارند. آفرندگانش بوس سنایدار را سفیر مردمی و داستان سرا می نامند. او در اینستاگرام صفحه و هزاران پیرو دارد و در مراسم فرهنگی و تجارتی امارات متحده عرب را معرفی می کند. او را بوس سنایدا نام گذاشتیم. نامی رمزی است تا به فرهنگ اماراتی ها نزدیک باشد. با این ما خواستیم که بوس سنایدا با کودکان و جوانان خیلی نزدیک باشد. بعضی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی ربات نزدیک به فرهنگ اماراتی ها را ستایش، ولی برخی دیگر حضور ربات را در مسجد تنقید کردند. ربات ها در همه جا خواهند بود. حالا نه، ولی در آینده کودکان بزرگ می شوند. همه جا ربات است. از حالا ما می خواهیم که کودکان امارات و مردم ما با ربات ها و فناوری های نو نزدیک باشند. در امارات متحده عرب ربات‌های زیادی پیدا شدند، ولی هنوز از کاری ربات‌ها به طور عمومی استفاده نمی شود.